سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. کشف 74 میل سلاح قاچاق شده از پاکستان توسط نیروهای دفاعی افغان. روسیه خواستار جایگزینی شبکه ریلی افغانستان بر تنگه هرمز برای بهتر شدن تجارت منطقه. و پیدا شدن پیکر 19 فلسطینی از زیر آوار. امروز یک شنبه 18 ماه اسد سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. نیروهای دفاعی افغان 74 میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کردند. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی قلاردوی 201 خالد بن ولید میگوید که نیروهای کشف و استخبارات این قلاردو در زون شرق 74 میل سلاح سبک و سنگین را کشف و ضبط کردند. به گفته وی این سلاح‌ها شامل پیکا، کلاشینکوف، M16، تفنگچه، هاوان و دراسکوف همراه با هزاران فرمرمی و تجهیزات نظامی است. وی میگوید که این سلاح‌ها از پاکستان به افغانستان قاچاق شده و برای انجام فعالیت‌های تخریبی انتقال داده شده بودند. ماراد خوسنویل معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است که کشورش می‌خواهد برای کاهش خطرات مرتبط با تنگه‌های بسفر و هرمز از طریق خط آهن ترکمنستان، ایران، افغانستان و پاکستان به اقیانوس هند متصل شود. و با اشاره به تنش‌های جاری در منطقه به ضرورت ایجاد مسیر ریلی از طریق افغانستان به عنوان بدیل برای تنگه هرمز تاکید کرده است. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در سومین نشست حکومت در آینه مطبوعات گفته است که وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلومات در سال 1447 هجری قمری به هدف گسترش خدمات مخابراتی 350 آنتن مخابراتی را در ساحات دوردست و محروم کشور فعال کرده است و 150 آنتن مخابراتی دیگر نیز فعال شده است. آقای مجاهد همچنان افزوده است که به هدف ایجاد و توسعه زیرساخت‌های خدمات مخابراتی 850 کیلومتر شبکه اینترنتی گسترش یافته و برای ارتقای کیفیت و ظرفیت سایت‌های مخابراتی فرکانس در اختیار شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی قرار داده شده است. و در خبر آخر شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع غزه گزارش داده است که پیکر 19 فلسطینی شهید که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند از زیر آوار یک ساختمان مسکونی تخریب شده در شهر غزه بیرون کشیده شدند. این ساختمان در پی حملات رژیم اسرائیل تخریب شده و روند بیرون کشیدن پیکر شهدا روز یکشنبه تکمیل شده است. بر اساس گزارش کمبود ماشین‌آلات سنگین نیز روند انتقال پیکرها از زیر آوار را با دشواری مواجه کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.